من با پروینه عاشق شده ازدواج کرده بودم و اگر امکان دست دهد آماده‌ام زندگی را با وی ادامه دهم. 10 ایول پروینه زادروز دارد و من هم حتما به دیدنش میروم و تبریکش میکنم. این سخنان زین‌الدین بابابکوف پدر این 3 طفل است که گفته میشد قربانی رشک مادر و جنجال خانوادگی شدند. بابابکوف که این روزها بند یک بحث دادگاهی دیگر هم بوده است، حاضر نشد که در روبروی دوربین صحبت کند. فقط همین را گفت که همسرش را طلاق نداده است و به او خیانت هم نکرده است. هر سه همینا رو از چوخه دیگه پس گفتی بعد فرزندتو نگفتن که چون نکنی بچه‌م چغیر که غمم داد زدم بخوام پرتم. پروینه عبداللهی و صحنه به دریا افکندن خود و 3 کودکش را در شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان همین طور تصویر کرد. این زن 33 ساله روز 5 ایول میخواست که همراه با کودکانش خودکشی کند، از مرگ نجات یافت. اما کودکانش آمینه 5 ساله، مهینه 6 ساله و ضیاءالدین 7 ساله غرق شدند. حالا پروینه عبداللهی و در بازداشت است و در راستای از 15 تا 25 سال زندان قرار دارد. این خونه که مهمان خونه شای مثال در اینجا مثال بود کاش تلویزیون تماشا می‌کردن مثالی. در دهات باغ، مکانی که پروینه و زین‌الدین 11 سال با هم زندگی داشتند، از پروینه به خوبی یاد می‌کنند. سفرماه بابابکوف خوشتامنی پروینه میگوید که مناسبت زن و شوهر تا همین 1 ماه اخیر خوب بود. مشکل در این خانواده در حال بروز کرد که آوازه مناسبت زین‌الدین با دختر عمه‌اش شکرانه به گوش پروینه رسید. او هفته پیش از قصد خودکشی به خوشتامنش در این باره درد دل کرده است. گفتن نکاح داره، رفتم مجبور کرد بچه‌مو بردم، مجبورم نکرد. آچه گفته همه گپ که فهمیدی رفتیم، گفته رو بروش دکازن میکنی. رفتیم و دختر گری داره قسم خورد ما تقوی میگم نیم که گفتم من نمی کجای آوازه کردی همه گپ گفتی ایش شنیده. گفتم این وصیتاش یا باره بیزیو شده. حالا خانواده شوهر میگوید که عروس خاندان پروینه عبداللهی و احساسی و کمی ارکه هم بود و خبر زن گرفتن شوهرش او را از خود به خود میکرد. به نقل خانم بابابکوف صبحی که پروینه خود را با کودکانش به آب پرتافت یک صبح معمولی بود. بعد از انجام کارهای خانه، پروینه با بهانه جمع آوری هیزم با 3 فرزندش از خانه بیرون شد. خب یگان کودکم است. گفتم یا کچوشی نه رفته باشه. گفتم همین پرتافتم خیال کردم که یا تا در دلم میگه که اقفای اما بره. رفتم اینمی حالی پایاند اینمی 60 متری که به پورود میگردی. همو جدا همش پناشیدین، همه کنجگی مونده، هم پناشید. وی گفتم پای وای سوختگی بود. گفتم حالی افتای جوش دارم گفته که میکشه وای. ساعتهای همین نمیدونم 5 بود 6 بود. خیلی هم عصر شام بود. تلفن شد گفت که یا همو گفته یادو گوده گفتیان گفته زنه که گوده گفتیان گفته. اما والدان پروینه 33 ساله که در همسایه دهه شوهرش دهه بوستان زندگی میکنند، از بحران در خانواده دخترش تنها بعد از فاجعه اخیر آگاه شدند. آخران بخیر رفتم اون روز خبری کردم بچه‌ام چه خیلی گفت که نگفتم موچه سازم گفت که آچه گفت دخترم دا کرتا کن گفتم مهرش بچه‌م کرتا میدوزم خیلی کرتا دکنم زنگ زدم شد گفتم پرنجان بیا گفتم کرتا رو باید گفت که آلی زیادین روی میکنم دیگه ما به خبر بودیم گفتم خیلی نگفتم سازن این عاقبتش با ما فهمیدم که دختر عمش خونه شو آورده بوده که همسایه میگه که من هم نمیدونم همسایه میگن که گفته تو برای گفته پیش و چند خوره گفته من یه جو میرم شو میون گفته خیلی گفته مهرش بوده من نمیدونم که دختر خور رفته نرفته همین خدا در دل دختر من دختر میگه خیسته رفته میگه سویت گیران کنه میگه هر چه جوی دیده گفته. مادر میگوید پروینه اصلا پرصبر بود، اما چه تحولاتی در زندگی او را به این کار وادار کرده است حالا به آنها معلوم نیست. با این حال ناروشنی ها در این قضیه زیاد است. برای مثال برخلاف نقل شاهدان روز حادثه که گفتند جنجال زن و شوهر را با چشمان خود در باغ دیدند، زین‌الدین و نزدیکانش میگویند که آنها تا شام پروینه را ندیدند. اما هم جانب شوهر و هم نزدیکان خود پروینه میگویند به عنوان مادر و با کودکانش خیلی مهربان بود و خیلی کم اتفاق می افتاد که به سر آنها دست بردارد. وی چند وقت باز به آمینه و مهینه و ضیاءالدین وعده میداد است که آنها را به باغ برای تماشا میبرد. اجرای وعده تماشا هم به روز 5 ایول راست آمده است.
تماشایی که بالاخره برای 3 طفل بیگناه به بازگشت و برای 2 خانواده با ماتم انجام یافت. این اجرا هر داک دکتروشه